دایای خودم، سلام علیکم، خیلی مخلصیم. خیلی خوشحالم که میبینمتون امروز در قالب ویدیو چیه؟ ما داشتیم تو اینستا میگشتیم، حاجی یه نفر رو دیدم اینقدر. البته ما مسخره نمی کنیم، قضاوت هم نمی کنیم، هیچ کاری نمی کنیم، ما فقط میبینیم. و حاجی دیدم که چقدر فانه یارو، اصلا یه کاراکتری ساخته تو این اینستا که واقعا فانه. اومدم رفتم تو پیجش، خواستم ببینم که کل قضیهش چیه و ویدیوش مربوط به چیه و بریم که ببینیم چجوریه و اگه خنده‌دار بود که بهش بخندیم، اگرم نبود که درس زندگی بگیریم. بچه‌ها درس زندگی خیلی مهمه. بریم ویدیو رو ببینیم چی به چیه، کی به کیه. بریم. بدبخت منو به چی فروختی؟ به پول؟ بیا اینم پول. چقدر پول میخوای؟ حاجی چرا وازلین تو ماشینشه؟ آقا من اصلا شما برای من یک انسان بسیار محترمی. چرا تو ماشین؟ بیا پسته خوردم. آقا پسته رو بگی. آقا پسته رو بگی. داداش این پسته که فکر کنم باکت مشکل گوشا باز کردی، تهش فکر کنم 5 6 تا پسته تو اون بوده. بعد پولم که یه جوری تو سینه دیوار زدی که تهش 100 تا دونه اسکناس 10 تومنه، 1 میلیون به زور. باز من نمیدونم چرا وازلین تو ماشین میشه. هوا رو ببین، بارونی برف. خب هوا که داداش، آخه تو دخیل نیستی در این که هوا چجوری باشه. چرا داری به اون خانومی که تو رو حالا به هر دلیلی خودشون میدونن ول کرده، چرا داری به اون هوا رو کنه بزن؟ آقا بارون میاد، یاغوش داره میاغه. چی؟ ناموسن چی؟ با یاغوش داره میاغه؟ بارونی برف کنه بزن. آقا بارون میاد، یاغوش داره میاغه. یاغوش داره میاغه؟ آجی چی داره میگه؟ آهنگو ببین، آهنگو بگیر. اندی داداش یه ما فکر نکنم بیشتر اندی. حاجی خب اون مادر مرده اون خانم حق داره داداش تو رو ولت که. آخه این چه اخلاق؟ چرا تو صورت یارو میزنی یه چیزیو؟ منو به چی فروختی؟ اتکلون بگی؟ اتکلون عینک. آقا منو به چی فروختی؟ زندگی اینجا بود. ببند در ما رفت. حاجی اصلا هیچ موقع تو زندگیم هیچ موقع دوست ندارم جای فیلم بردار این آقا باشم. احساس میکنم از فیلم بردار فیلم داره، حالا چه فیلمی نمیدونم، نمیخوام حرف بد بزنم تو ویدیو. اصلا یه جور دستوری، حالا ویدیوهای بعدی میبینیم داره دستوری با فیلم بردار حرف میزنه، این واسه پول میده بهش. ویدیو رو بگی، نمیدونم در بارون رو بگی اندی. حالا این بقیه ویدیو رو ببینیم. آقا تا اینجا پس فهمیدیم که ایشون یک آقای بسیار خوش تیپ و ماشاءالله خوش اندامی هستن که اون حالا شریک عاطفیشون بهشون انگار خیانت کرده و ولش کرده و این داره ویدیو میذاره که مثلا دارایی ها و اون چیزایی که داره رو گوشزد کنه به خانم. خداحافظ. نفهمیدیم وازلین داشت، ما رفتیم خداحافظ، ولی وازلین رو نفهمیدم تو ماشینت چی بود. حریف بکش بیرون دیگه وازلین، من خودت دق نمیزنی. پرایدم که مدل 83 کاربیرات، نگاه خوردگی هم زیاد. برو به ویدیو بعدی. بدبخت تو منو به چی فروختی؟ آها حالا اینجا دقت کنین دوستان، اینجا دورمورشو زده تو بارون، آهنگ اندیو گوش داده، حالا اومده تو خونه گفته چی چیکار کنیم چیکار نکنیم، فکرمون پیش دختره است، یه ویدیو بگیریم از تو خونه. لباس چیه؟ یه دونه نمیدونم چه چرت و پرتی تنشه، ولی اون شلواری که پیژامه است، شرط می‌بندم به همون شلواری که پاش بود همون رو روش پیژامه پوشیده. اون عشق و حالای بیرون از خونم بود. حالا خونه رو بگیر، ظرفشویی، ماشین لباسشویی، کابینت. آها ما تو خونمون مثلا تراکتور نگه می‌داریم، بعد دستگاه تصفیه مثلا سنگای رو خودش تو همه خونه ها هست. سلطان اندی تو همه خونه ها هست اینایی که تو داری میگی، ظرفشویی، آب گرم، اجاقات، سماور، تو هر چی. خب اگه تو اینقدر با دختره تو رابطه بودی که مثلا با اون خانوم موجه که اینقدر داری میسوزی، خب قطعا اومده خونه دیده اینا رو، چرا داشتم به در نگاه میکنم. حاجی یه چیزی رو نمیفهمم این وسط، نمیدونم بعد چرا نوشابه رو گذاشته اینجا؟ این بعد جاش یخچاله داشت. که میخواستی من توی خونه میریختم زیر دست و پات. تمام لوازم زندگی، زود پس، فلاکسای بیرون، هر چی که میخواستی و تو از دست دادی. فکر کردی من فقط بیرون اشغال میکنم؟ نه داداش اشغال تو داری میکنی سلطان. حالا من تو خونم هست. خونه رو بگیر، یخچال رو بگیر، میوه، شیر،
یخچال توش چیه؟ محتوای یخچال 80% بطری حاوی آب، 10% دارو و شربت ماسی و ریلایف فکر کنم، یه ذرم فکر کنم میوه‌جاتش مال تابستون پارسال بوده صحراشون و اون باقی که داشتن. از صحرا کاشونیه کلمش، ما به باغ تو کاشون میگیم صحرا. و اونجوری هم که تو میگی دادش خورده پاش کرده بودی ولی خانم تو ضرر کردی. ولی حالا دارو هر چی که میخوای. یخچال دو قسمت بالا، قسمت پایین فریزر. گوشت، لوبیا، نخود، بربری رو میذارم توی فریزر، میذارم بیرون داغ میشه انگار همین الان خریدم. تو باختی، تو فکر کردی من ندارم زندگی. خب دیگه نونی که میذاری تو فریزر، تایمی که شما در میاری و روی اجاق میذاری حالا یا توستر میذاری دادش، اون مثل اول نمیشه به قرآن. قیافش رو نگاه کن آجی. وقتی از بابات پول میخوای میگه دیگه پول برای چی میخوای؟ تجملاتو بگی. تو هنوز نمیدونی کیو از دست دادی. هنوز نمیدونه. تو هنوز پردر بگی. تو باختی. اشغال. فلاکسو بگی. شیشه پاکن گذاشتی بغل فلاکس، بعد بغلش کتریه. وای. حالا تو راهه. این بخشی از خونه ماست. حالا قسمت‌های بعدی جکوزی بدون کاسه آب میریزه. برات میگیرم. تو باختی. آره داشتیم باخت. حالا از دوری خانوم به نظرم ایشون حالا ما سمت تو سوی بدی نمیره ذهنمون. هموم، ما بالاخره هر انسانی نیاز به هموم داره. ولش کن. تو منو به چی فروختی؟ وقتی که از هموم میام بیرون از این هول کاپشنی هوله رو بگی میکنم دارم. هول کاپشنی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که هم کلاه داره مثل کاپشنه. اینجا رو بگی. کاپشن که تا شیکمه. پمپ آب داخل منزل میدونی یعنی چی؟ یعنی آینده نگری. وقتی که آب قطعه کمه من با پمپ آب میکشم بالا. دراوه رو بگیر. تو این زندگی رو باختی. بدبخت. تو میتونستی تو این خونه عشق کنی، میتونستی زندگی کنی. داداش خونه که انبار تولید بدبخت. تو میتونستی تو این خونه. بعد چرا پشتی رو انداختم؟ چرا پشتی؟ آجی تو خیلی خورده پاش کردی ناموسن. داداش دختره به خدا آجی ببین اون زن علی دایی هم الان بشه دیگه شکست خورده. بدبخت. اندی و تو همین که اندی گذاشتی بودی برش این رفته نستی تو این خونه عشق کنی. اندیشم فکر کنم این پسر از همشری ما کاشونیه، فقط از اندی بودن موهاش فره. میتونستی زندگی کنی. تو نخواستی. تو لیاقت آرامش رو نداشتی. بدبخت. اتاق عیدمون فیلم برداره همش اینجوریه داره فیلم میگیره. حالا به قدشون ما مسخره هیچ موقع نمی کنیم ولی که هنوز درشو باز نمی‌کنم تا عید بهت نشون بدم چیا داریم. خودکار بگیر. میگه یک اتاقی داخل این منزله که اصلا اجازه خبرنگارا ندارن ورود کنن بهش. میگه تا عید نشون نمیدم. نگاه کن. که هنوز درشو باز نمی‌کنم تا عید بهت نشون بدم چیا داریم. فکر کنم خود اندی تو این اتاقه. کار بگیر. بهم میگن خودکار سری. یه وقت کارداری رو دیوار سری می‌نویسیم. بدبخت. تو باختی. تو لیاقت نداشتی. آقا تو شما دوستان و دایای عزیزم که این ویدیو رو داره، تو یه پارتنری داشته باشی که خودکار سری داشته باشه، چرا باید ولش کنی این پارتنر؟ آقا اصلا برای چی ول کنی؟ خودکار سری داره برای مواقعی که چی یه موقعی چیزی میخوای سری. پرتقال بگیر. بعد از همون آب پرتقال. بدبخت. حالا اون اوکی تو همون بودی، تو از همون میای بیرون. آقا من نمیخوام فوش بدم. تو از همون میای بیرون جوراب پاته. پرتقال بگیر. آجی جوراب پاشه. دیوونتم آجی. آقای بهنام اخلاقی دیوونم کردی. یه هفته است از همون آب پرتقال. بدبخت. تو باختی. بدبخت. گفته بودم که عشق و حال میکنم. بدبخت. مشهدو بگیر. آجی رفته مشهد امام رضا. اومدم مشهد دارم کیف میکنم. بدبخت. تو باختی. خونه گرفتم ویلایی شبی 130,000. خونه گرفته ویلایی شبی 130,000. دو 130,000 تومن 2 تا بسته تنباکو. حالا من تو صنف خودم عرض میکنم، بچهای قلیونی میدونن. بعد این امیری تو پوشیدی، تو اگه اون سفدا ببینه قطعا تو کنسلت میکنه، چون که امیری فیک کنسله. تو دارم به خودم خرج میکنم. بدبخت. پولو بگیر. بدبخت. تراول برای من هیچه. تراولی که 300 تومن که اینه. چند تا اول 200 استاد فرمودن. بدبخت. تو باختی. بدبخت. چمدون پر از وسایله. بدبخت. تو باختی. 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 بدبخ
50 تا نون، تن ماهی، وسیله، کنسرو، همه چی گذاشتم. حاجی فکر کنم با پارتنرش اینا چریکای نظامی بودن، مثلا توی جنگ روسیه و اوکراین. اصلا این طرف داره اما یحتاج کمترینای زندگی برای دختره میگه نون، تن ماهی، آبو بگیر، ظرفشوییو بگیر، سینکو بگیر. داداش اینا برای نگه داشتن یک دختر لازم هست ولی کافی. دارم اشغال میکنم. بدبخت تو باختی. لباسو ببین، 3 تا بگی، قدو بگی، صمد نیکای بهرامی 1.99. حاجی به خدا من بازم نظرم همینه که دختره باخته. حاجی شما نگاه کن چقدر شلوارش قشنگه. اصلا مارکی شلوار چیه؟ اف اینوری اف اونوری، انگار چشم پزشکی میره. کدوم بره؟ حاجی به نظرم چرا بند کفشش اینجوری؟ حالا ولش کن دیگه. بدبخت تو همون خونه 130,000 تومانی هست، شبیه 130,000 تومان. دستشویی نمیذارن بری پارکای مشهد. 130,000 تومان خونه گرفتم شبیه 130,000 تومن. فاصله تا حدم 20 دقیقه با ماشین. تلویزیونو بگی تمام اینا 20 دقیقه با ماشین خود زیاده. در اختیار داره. رخت خوابو بگیر، گازو بگیر، شومینش خرابه، در رفته درست کنه، یارو الان میاد. حاجی الان من چی بگم؟ ناموسن شومینش خراب رفته درست کنه الان برمیگرده. داداش الان آتیش میگیره کل اونجا. وای بدبخت تو باختی. تو اگه با من بودی تمام این شهرستانا رو میچرخیدی. بدبخت تو باختی. خونه رو با من. ببین الان دور اتاقو که تو چرخیدی ما دیدیم یه مکعب گچیه، اصلا هیچ چیزی دیگه نداره. البته با 130 تومن بیشتره. بگیر وسیله ها رو بگیر. دارم عشق میکنم. معلومه. او بکنم برگشته. حاجی برگشته هم مشهد. این ویدیو برای وقتی که مشهد برگشته. چی فروختی؟ اینا تمام چیزایی که من دیروز خوردم. اینا تمام چیزایی که من دیروز خوردم. یه 7 آپ، یه دونه پپسی خانواده است، یه دونه دلستر و دوغه و نوشابه، یه دونه پوست موزم رو جعبه پیتزا است. حاجی دهنه داداش تو با دلار 90,000 تومانی از کجا میاری انقدر هزینه میکنی؟ 2 تا سس، یه پیتزا رو با 2 تا سس خوردی؟ حاجی دختره به نظرم تا الان خودش داره خنج میندازه این ویدیوها رو میبینه. اینجا هم در خونتونه. از این به بعد هر چی بخورم میارم در خونتون خالی میکنم. با این چه کاریه؟ خب این فیشارم بگیر. آقا این فیشار من از دیروز خوردم. از این به بعد کل خوراکی که من انجام بدم میارم در خونتون میچسبونم. تو هنوز زوده بدونی کیو باختی. تو باختی دیروز. سالاد سزار خودم سالاد سزار میدونی یعنی چی؟ یعنی توی سالاد گوشت مرغ هست. چی حالیت تو؟ منتظر ولی چیزم داره ها، پرخاشگرم معلومه تو رابطه است. چی حالیت؟ اصلا تو با هیچ دختری اجازه نداری اینجوری با دختره صحبت کن. چی حالیت تو؟ میدونی سالاد سزار چیه؟ داداش خود ناپلئون سزار توشه، چه میدونم تزار روسیه توشه. داداش سالاد سزار دیگه 80,000 تومنه. یعنی حاجی ناموسم بدبختی خودمون کم داریم. تو هم روز به روز مرفه‌تر زندگی کن داداش. کلیپای بعدی باشین. از اینا رو بگید. بعضی از این سسام داره. کامل بگید. کامل بگید مشخص. اون تیکه نونه چیه؟ چرا دیگه نون لواش گذاشتی بغل پیتزا؟ بدبخت فکر کردی فقط تو باشگاه ورزشی لوازم ورزشی هست؟ زیر زمین ما مجهز به تمام لوازم. تمام لوازم که اغراقه. حاجی چرا اندازه شلوارش 30 سان سفره پا کردی؟ چرا مشتی؟ حاجی ببین چقدر پیکنیک میکنیک اونجای هوس مستیه یارو. آقا بهنام اخلاقی داداش، چون میدونم ویدیوی ما رو میبینی اینجوری میگه داداش مواد مخدرم مصرف میکنی؟ ورزشی بدبخت. ولی کلا چیزایی که من تو ویدیوهای ایشون دیدم 3 تا چیز بوده: شلوارک، فلاکس، پیکنیک و نوشابه بغل هم. هیچ چی دیگه ندیدم. عرض اندام در راه هست. به زودی عرض اندام این ارزندامه داداش. تو مستر املت پیاز باید شرکت کنی. بدنت حالا بد نیست، نه که خوب باشه. نمیدونم حقیقتا حاجی رسوایی اندام هم میتونی شرکت کنی سلطان. کنم بدبخت. راستی به اون دومادتون که بشه باجراغ من بهش بگو اون دومادتون که بشه با جناق من؟ تو مگه ازدواج کردی با دختره؟ حاجی خیلی نکات مبهم تو کانتنت این آقا زیاده. یعنی اصلا من تکلیفم با خودم معلوم نیست. با دومادتون که میشه با جناق من؟ سر من زیاد حرف نزن. بدبخت ولی خود شیرینی. بدبخت اندام در راه هستا. بدبخت بگو تو تا حالا به بابات نگفتی بابا جون. آدم به پدرزنش میگه آقا جون مامان جون سنگک بخرم. بدبخت آشمال تو باختی. بدبخت آشمال
کمال حاجی فوش جدید یاد گرفت. حاجی دمت گرم که تو آدمی هستی که به من فوش یاد میدی. کامل زیرزمینه بگیر، ماهواره رو بگیر، یه جور بیافته که نه دیگه داش ماهواره رو دیگه ببین، ماهواره رو نگیر که فردا میاد خودت تو گونی میکنن. اینجا ایرانه. ماهواره داریم زیرزمین علی ماهواره پخش نمیکنه که. حاجی شلنگ دستشویی اون مشتی دهن بزنم روشن. حالمونو ست ورزشی منو کامل بگیر. ست ورزشی هم که ماشاءالله 2 تا رنگ یه جور تو لباسات نیست. اپاین که مشکی و قرمز و سفید، جورابم که سفید و مشکی، شلوارک هم که ماشاءالله سفره 7 سین پوشیدی، پیرنم که حوله است. حاجی بازم اینجا وازلینه. حاجی من مغزم داره میتره کنام. حاجی چرا تو همه ویدیوهاش وازلینه؟ مشتی چرا انقدر پیکنیک تو ویدیوهاته؟ این پیک داره دیوونم میکنه ناموسن طرف. پشتم نوشتهاش انگلیسیاش معلوم. خیلی قشنگه، مخصوصا اونجاش که هوای کش درست کردی براش. لباسم ست ورزشی کامل. بدبخت اوه این چی انداخته گردنش؟ بهت گفته بودم تغییرات تو راه تو باختی. داداش دماغم که عمل کردی مشتی، جوابی عمل کرده. کچلوار کامل بگی. کچلوار کامل بگی. ارتفاع کچلوار 1.23. اومدم توی اکباتان دارم قدم میزنم ببینم بعد از عمل چجوری میشم. میدونم اولش نشناختی من بودم. نه داشت ما هم نشناختیم سلطان. طور کسی نشناسه از سایت هم پیداست تویی. دیشبم رفته بودم بدبخت ماساژ، وسط های ماساژ با هم درد میکرد، یارو به ما پرتقال میدم. این یعنی چی؟ تو باختی. اکباتان کامل بگی. اکباتان کامل بگی داداش تو یه خیابون. اکباتان کامل بگی. میگم این فیلم برداره یه آتوی چیزی داره وگرنه قطعا کارهای مهمتر تو زندگی یکی داره کی بده از اینشون عکس و فیلم تهیه کنه برای دوست دخترش. کفشا رو بگی داداش. سرکلتو من دیوونه میشم. تو باختی. تو باختی. حسرت بکش. حسرت بکش. حسرت کشید داداش. دهنه سرویس شد. نه تا اندازه آینه ماشینی. خدا یه کاری کنم مسخره نکنم این ویدیو تموم شه سریع. بدبخت به بابات بگو یا به من رضایت میده ماشینم آزاد میکنم یا میدم همه جا میگم که کنترل گاز رو دستکاری کردیم پول گاز براتون کم بیفته. حاجی این از اوناست که نباید هیچی بذاری بفهمه. دیدی یه سریا تا یه ذره واد بد میشن حاجی سری هر پتتو میریزه رو آب. کنترل گاز دیگه دستکاری کرده. خب خودت میدونی که جرمش چیه. بدبخت بابات همون آدمیه که عروسی دختر خاله اکرم خوش زد به مریضی موقع پول اندازی که پول نندازه اونم میگم. بدبخت یادت آقا سعید ماشینشو گذاشته بود پارکینگ شما رفته بود مسافرت. بابات زاپاس ماشینشو با ماشین آقا سعید عوض کرد گفت مال این نوتره. بدبخت اونم با آقا سعید میگم. حاجی چه دهن لقی. خدا داشت سر تا پا تو برای زن و دختر تو دافعی بد دهنی منت میذاری همش وازلین تو ماشین. خب معذب میشه دختره همش به خودشون میگه حاجی تو ماشین نشسته میگه حاجی این وازلینه برای چیه یعنی میخواد چیکار. خب اصلا اون هیچی داده چرا هرچی میدونی و بعد کات میخوای لو بدی. تو باختی. بدبخت بدبخت عشقشو میبرم. بدبخت نقطه ب رو نذاشتی مشتی. اینم یه نفر بهم داده گفته یه آبه توش یه جادو خونده زندگیتون کنفیکون میشه. گفته بریزی در خونشون کنفیکونشون میکنی. زندگیتون داغون شد. تو باختی. آجی اسیدی شدم دیگه واقعا دی مغزم رد داده. چرا داره اینجوری میکنه داداش؟ تو الان اصلا تکلیفت با خودت معلومه. میخوای دختره برگرده میخوای برنگرده. الان تو با اون باجناق و هنوز باجناقی یا اندی خیلی مهمه. بدبخت توقیف ماشین منو گرفتین. ماشین رو در میارم. بابات دفعه ازم شکایت کردی ماشین در میارم. این در خونتون این موتور سنگین وزن. موتور سنگین وزن بوده الان دیگه سبک داره چیزی نداره. اینقدر معلوم تصادفی کردی. فکر میکنیم تو این خوشی از دست من بگیری. نمیتونی بدبخت. بابات همون آدمیه که یه بار بهش آب هویج بستنی دادم بردی خونه خوردی. صبحش تعقیب کردم باباتو دیدم خورده سر حال میره سر کار. بدبخت یه کار یعنی یک آب میوه برای پدر دختر خریده که پیش خودش گفته آجی من برم ببینم فردای اون روزی که من برای این آقا آب میوه خریدم ایشون حالشون چجوریه. بعد میگه رفته سر کار دیدم سر حالتر بود اون روز. بعد اون سر حالیه رو میخواد یه جور تلافی کنه مثلا منتشو داره میذاره. آجی دهنت سرویس مشتی. نکن بیام در خونتون اعتصاب غذا کنم کل فک و فامیلت بدبخت شنا. با من درگیر نشین بدبخت. هنوز زود منو بشناسی. موتور سنگین وزن کامل بگیر. به بابات بگو صبح میام در شرکتشون زیر سرویس شرکت میخوابم
آبرو ریزی میکنم. بعد هنوز نمیدونی که از دست دادین. هم بابات باخته هم تو. فکر کردی من ازتون میترسم؟ حاجی چه زبونی داره ولی ناموسن انقدر آدم. مشتی تو باید میرفتی فیلم نامه نویس میشدی. فکر مانی از بابات میترسم؟ حاجی یه چیز ویدیو کم داره این ویدیوی الانش. وازلین و نوشابه و پیکنیک نیست. نیدارم نگران وازلین میشم. ترس تو وجود من معنا نداره. بعد سر خونتونم. اینم خونتون، اینم زنگ. حتما تو باختی. اون باختو که ترس خالی کردی. آقا بچه دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو بودید. امیدوارم که واقعا برسه، حالا هرچی صلاحشونه دیگه، امیدوارم که برسن به هم دیگه. ولی تو روابطتون اینجوری نباشید، منت نذارید، درست با طرفتون حرف بزنید، چه دختر چه پسر، و اینکه تو ماشینتون وازلین نذارید. خیلی مخلصیم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. کانال حتما ساب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. دمتون گرم. فعلا یا علی، روزتون بخیر.